ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгон оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 11-умро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми 7. اگر رفت و به قاجان سیر ندهد، رفت و مردانگی کند، نام نظام الدین را به زبان نبرد، چیکگی ها می توانند زهره احمق را گرفته برند، خودی حلیمه را گرفته برده چار برو کنند. در آن حال البته همه سر و اسرار وی آشکارا می شود. حلیمه که پدرش را دوست می دارد برای نجات او اقرار می شود و به دست افتادن نظام الدین از آفتاب هم روشن است. پس کاری کرده این دو شاهد را از میان بردن لازم. اگر این دو را از میان بردن میسر گردد، دیگر به قاجان آنقدر خوفناک نمی شود. در حبسخانه یگان علاجش را می یابد. نظام الدین باز از جا برخاسته بروی خانه قدم زدن گرفت. لمپه‌ای که در دهلیز می سوخت روغنش قریب به آخر رسیده خیره شده بود. نظام الدین لمپه روی ستالی را درگیراند که به واسطه قلپاق کبودش فقط روی ستال را روشن کرده عموماً به خانه نوری سبزی می پاشید. نظام الدین به دهلیز برآمده لمپه خاموش شده ایستاده را پوف گفته کشتنی شد. لیکن با وجود آن همه بیمداری لمپه خاموش نشد. از نفس او زبانک آتش پیلته یک خم شد و یک دودی برآورد و باز خیره خیره سوختن گرفت. نظام الدین باز سختتر پوف کرد، لیکن زبانک آتش پیلته باز خاموش نشد، ولی دود کرد و نهایت در بار سیوم پوف گفتنی او چراغ خاموش گشت و شیشه را دودآلود دهلیز را با بوی کرسین پر کرد. این حال نظام الدین را باز به اندیشه وادار کرد. هر قدر بیمدار باشد هم شمع در گرفتن می خواهد. پس شمع حیات انسان چی؟ مگر جان دادن آسان است؟ خصوصا نظام الدین که اینقدر زندگی را دوست می دارد و زنده ماندن می خواهد. هنوز روغنی لمپه حیات وی به آخر نرسیده است. حالا وی دیرگاه خانه‌اش را روشن کردن است. عجابت در اینجاست که برای این حیات، برای زنده ماندن، او را لازم است که چندین شمع حیات را خاموش کند. بله، دیگر علاج نیست. زنده ماندن، روز دیدن، از عمر بهره بردن لازم. اما چطور کرده از این دو شاهد، از حلیمه و مادرش نجات یافت؟ ممکن است با دستی زهره به حلیمه زهر داده بعد او را قانونا به حبس گرفت. در حبسخانه نه، در وقت استنطاق به خود او هم دارو داده. در این دم آوازی ملتق پرانی بسیاری که از طرف بیرونی دروازه مزار یا که دروازه سمرقند شنیده می شد او را به خود آورد. دیری نگذشت و تلفن زنگ زد. نظام الدین هراسان گوشک تلفن را برداشت. خوش، کی گپ می زند؟ پرسید وی. از آن طرف گفتند که یک دسته باسمچیان تا به بازاری اسب بیرونی دروازه حضرت امام آمده مگزین دولتی را غارت کردند. شما چی کار کردید؟ بعدی کار از کار گذشتن رفتید؟ ها بله، یگان تایی باسمچیان را هم نگرفتی؟
راست چند کس. احتیاط کرده نگاه دارید. نه، به حبسخانه خوب نه. در اداره میلیتسیا نگاه دارید. من سحر خودم رفته گپ میپرسم. احتیاط باشید. نظام الدین گوشک تلفن را به جایش گذاشت و یک خمیازه دور و درازی کشید. سحری بر وقت دروازه را تق تق زدند. قنبر کیها بیدار شده روی حولی را می رفت. کیست؟ گفته پرسید وی. اکا قنبر، من. کشایید؟ گفت کسی از بیرون. قنبر نام خود را شنیده بی ابا دروازه را گشاد و یک آدمی تماما ناشناس را دیده حیران شد. وی مردی قامت بلند، گندمگون، در تنش کلوچه، شالواری خاکستر رنگ، کمی به میلیتسیانر مانند اما بی یراق، در دستش یک پرتفیلی چرمین، زود به درون حولی در آمد و اول دروازه را بسته از درون زنجیر کرد. بعد با قنبر سلام و علیک کرد و گفت: مرا نشناختید؟ ضرر ندارد. من هم شما بر این آدمی جناب ناظر افندی می باشم. با آن کس از مرکز اجراییه مکتوبی تعجیلی آوردم. رفته گویید که روزیبای آمده است. قنبر حیران شده ایستاد و بعد زنگوره حولی درون را کشید. پس از فرصتی از حولی درون خود ناظر افندی با چشمان خوابالود آمده برآمد و روزیبای را دیده شناخت. ها، شما می؟ گفت کمی آسوده گشته. بیایید. آنها به حولی درون گذشته به خانه خاص ناظر در آمدند. خوب، احوالتان چطور؟ گفته روزیبای پرسید وقتا که بروی کرسی ملایم می نشست. نغز، گفتمان نظام الدین و در آینه مویش را شانه زد. خاطر جمعی گویید؟ باز پرسید مردک. گپ زنید. خاطر جمعی؟ گفت نظام الدین در دهلیز را سختتر پوشیده. روزیبای با آوازی پست گفت: به شما از رئیس سلام. کاری نغز نشده است گفتند. اکنون در اینجا ماندن برای شما از هر طرف خوفی کلان داشته است. اگر چاره بینیم؟ با بیقراری پرسید نظام الدین. روزیبای بروی او با نظری سؤال نگاه کرده چیزی نگفت. اگر چاره بینیم، گفت این دفعه مصلحت آمیز نظام الدین. پیش خطر را گیریم نمی شود، نخواد که دیگر علاجی نباشد. بگمانم، گفت مردک با همان آوازی پست، مرکز دیگر چاره ندارد. اما شما را از دست دادنی هم نیست. بنابراین خود همین روز شما از بخارا با بهانه کمندیرافکه قرشی برآمده می روید. به کجا؟ به نزد اسد مخصوم. نظام الدین با نظری حیرت و سؤال بر روی مردک نگاه کرد. بله، به نزد اسد مخصوم، به کوههای بایسون، گفت به سخنش شرح داده روزیبای. کارهای مخصوم خوب نی، به وی یاری داده میستید. در همین قریبی انور پاشا باید آمده ماند و با فتح و ظفر به بخارا برمی گردید. اینجا چی می شود؟ کارهای اینجا؟ حولی غلامجان مخصوم؟ این کارها به کسی دیگر سپاریده می شود. شما خاطر جمع، انا این به شما مندت برای کمندیرافکه. امروز بر وقت به اداره می روید و کارها را به معاونتان سپرده گویا برای تفتیش کارهای قرشی با سپارش فوق العاده کام اجرایی مرکزی زود به کاگان برآمده می روید. کوشش کنید که این رفتن شما گویا مخفی باشد، حتی در اداره بغیر از معاونتان کسی دیگر نفهمد.
عجب، گفت نظام الدین، نخواد که علاجی دیگر نباشد. شما به دستی چیکه زبان دادید. از بخاجان همه کارها کشاده شده رفتنش ممکن. در این دم تلفن زنگ زد. نظام الدین با دستانی از هیجان لرزنده گوشک تلفن را گرفته گویا با صدای خواب‌آلود ها گفت و از آن طرفی سیم آواز شناس را شنیده یک باره تغییر یافت و کمی گوش کرده ایستاده گفت: افسوس، افسوس که بقاجان اسرار بسیاری را به خود به آن دنیا برده است. خیر، چی علاج؟ وی گوشک تلفن را به جایش گذاشت و یک درجه با تنتنه به روزیبای نگاه کرد. تمام، مسئله حل. چی شده است؟ امشب آدمی ما توانسته است کاری بقاجان را تمام کند. به استنطاق، به هیچ گپ و حرف بقاجان زهر خورده است. این واقعه همه کارها را دیگر می کند. از شما خواهش می کنم که زود به نزد رئیس روید، آن کس را از مسئله آگاه کنید و بعد با رمز در تلفن به من فهمانید که رئیس قرار خودشان را در حق من دیگر کردند یا نه. روزیبای با علامت رضا سر جنبانید و از جا برخاست. نظام الدین دست و رو شسته ایستاده از خاطر می گذرانید. بقاجان اگر نیست شده باشد دیگر چی می ماند؟ زهره و دخترش، کار اینها سهل، لیکن خود همین روز این دو شاهد زور را از بین بردن لازم، نباشد چیکگی ها خبر یافته اینها را گرفته بردنشان ممکن. بله، این دردی سرها که از بین دور شدند بعد به فکر کاری دیگر، اندیشه دیگر افتادن ممکن. حالا همه گپ صدقه این گپ شود. غلام جان داماد امیر دیگر و دیگرها کارشان را کردن گیرند. شاید خودی روزیبای به آنها راهبری می کند. این بد نمی شود. نظام الدین باشد یک چند مدت درست خدمت کرده، فعالیت نشان داده، باوری چیکه و کمیته مرکزی را به خود جلب کند. امینف و حیدرقل را سخت داشته گرفتن، با آنها طرح دوستی ساختن لازم. امینف را با مشکلی باشد هم به دام انداختن ممکن نشده است، لیکن حیدرقل بلا موسفید درست حس می کند، می فهمد که نظام الدین دوست خالص شدن نمی تواند. بنابراین به وی اندک دغلتر خودش بر این معامله کردن خوب می شود. بعضی یک نیکی ها را کرده خود را به تغافل زدن لازم. شاید با همین راه اعتماد حاصل شود. نظام الدین دست و رو شسته شد نشد که زهره بانو از در نالش کنان گریه کنان در آمده آمد. خوش خوش، چه گپ؟ چه حادثه؟ گفت خود را به نادانی زده نظام الدین. حلیمه صحت می؟ کاش که حلیمه جوان مرگ می شد، گفت زنک خود را بروی دیوان پرتافته. کاش که حلیمه به دنیا نآمدنک می شد. برای وی شده مردکی من به حبس افتاده است. برای وی شده جانش را به خطر انداخته است. یعنی چی؟ درست گویید بگیریه؟ یعنی که همین شبی گذشته از نسیم جان نقار می گیرم گفته زنی او را آیین شاه را پرانده کشته است. آدم های چکه او را دستگیر کرده بردند. نخواد که شما بیخبر باشید. من قریبی سحر آمدم. باسمچی ها به بیرون دروازه حضرت امام آمده بودند. اکنون چی می شود؟ بقاجان چی می شود؟ گفت زنک به سخن ناظر اهمیت نداده. اگر آیین شاه را
زنی نسیم جان را کشته باشد؟ گفت و نظام الدین نفس فرو برد و دقیقه اندیشه کرده ایستاد. نغز نشده است، نباشد برای چی او را به این کار وادار کردی؟ من وادار کردم. دیوانه شدی. ها؟ شما وادار کردید. شما به دستی وی تپانچه دادید. شما به همه این ماجرا سبب شدید. اکنون خودی من برده حبس می کنند، خانمانی من به پشتم می کنند. داد از دستی شما. تو از راستی گفته ایستادیمی یا که عقلت خوردی؟ نظام الدین یک باره باز به واهمه افتاد. داد از دستی شما، گفت زنک و باز گریست. ناخواست نظام الدین خواست که همین حالا یک باره حمله کرده این زنکی شطاح و بی عقل را بغی کرده کشد و جانش را خلاص کند، زیرا که زنک روی راست حکم مرگ او را تکرار کرده ایستاده است. اگر این سخنان او را کسی فهمد، در دستی نظام الدین دست و رو پاک کنک بود. آن را نپرتافته یک باره از پهلوی زنک نشست و خواست که به گردنش حلقه کند، لیکن زنک آستینش را از چشمش گرفت و با دیده های اشکالود و حیران به سوی او نظر کرد و مردی مقتدر را در پهلوی خود اینقدر نزدیک حس کرده یک باره ملایم شد و به سر دل او خود را پرتافته با هر دو دستش از گردن و زیر بغلش آغوش نموده سینه هایش را به او چسبانید. این حرکت او نظام الدین را از عملی دیوانوار و پردهشت باز داشت و به معینه او مانندی برق روشنی پیدا شده به لبانش تبسم دمید. خیریت، خیریت، گفت به دلش. این چی کار بود که من کردنی شدم؟ احمقی، نادانی. وی هم زنک را سخت در آغوش کرد و از روهای اشکالودی او و از لب و دهانش بوسید. با دستانی لرزانش بدنی زنک را مالید، پلماسید و تا می توانست حس و حراست او را بیدار کرد و بعد گویا با کمال میل گفت: بلا تگیرم زهره، درد تگیرم زهره، بیا بیا، من تو را تسلی دهم، از دلت برارم. نه، گفت زنک خود را کشیده، به دلم نمی غنجد. من به واهمه افتادیم، چی می شود؟ من چی کار می کنم؟ تو عجب آدمی ترسانچک بوده ای، گفت با آوازی تسلا بخش نظام الدین. شوهرت بی عقلی کرده باشد، به تو چی؟ به تو چی کار دارد؟ لیکن اگر لازم شده ماند برای کشادن چگیل تو را برده بعضی گپها پرسیدنشان ممکن. اگر وقتی دپراس، یعنی وقتی گپ پرسیدنشان دانسته، هوشیارانه خودت را به نادانی زنی، خودت را از همه گپ بی خبر یک زنی ساده لوحی خانگی کرده نشان دهی، میگویند که رحمت به خانه اتان روید. اگر شطاحی کنی، اگر من دانایی کنی، گپهای بیهوده گفتمانی، مثلا دخترم در جان شد، شوهرم قصد گرفتنی شد، فلانی تپانچه داد و غیره و هاکذا، در آن صورت خودی تو را هم به مسئولیت کشیدنشان ممکن. خیر، اگر پرسند که شوهرتان آییم شاه را برای چی کشت، من چی میگویم؟ تو چی میگفتی؟ من نمیدانم میگویی. احتمال سرلوچ و بی فرنجی برآمدن زنک را دیده رشک کردگیست میگویی. شوهرم بسیار بدرشک و دین پرست بود و دین پرست بود و دین پرست است میگویی. خیر، اگر از این بلا هم خلاص شوم،
بی شوهر من چیکار میکنم؟ و خواجان را چند وقت نگاه می‌دارند؟ خدا می‌داند چند وقت نگاه می‌دارند. اگر دیر می‌رفته باشد تو عریضه داده خطی طلاق می‌گیری، بعد من خودم تو را نکاح کرده می‌گیرم. من دخترچه لولک دهانم را با همین وعده‌های غلطی شیرین کنید. به حرمت قرآن مجید گفت قسم خورده نظام الدین. من راستی گپ زنی بسیاری را دیدم، لیکن تو برینش در عالم نیست. پس برای چی تو را بیکه و فرمان فرمای این خاندان نکنم؟ تو از کی ماندنی داری؟ دیگر سن و سال من هم به یک جا رسید، اکنون بی زن گشتن کفایه. نصیب باشد توی تماشا کرده تو را به خودم نکاح کرده میگیرم، با تو میشوم. زهره زنی اشرتی و سیر شهوت بود. وقتی که این سخنان شهدآمیز را شنید، همه غم و غصه خود را فراموش کرد و با تبسم شیرین گفت: آدم ها چی میگویند؟ ناظر افندی زن گرفته از دنیا دست کشیدند، همه را فراموش کردند نمیگویند. گویند گفتن گیرند. گفت به ساعت نگاه کردن نظام الدین: من هم آدم، من هم به عیش و عشرت کردن، به زنی نکاحی خود کامرانی کردن حق دارم. خیر جانکم تو آسوده باش، امشب من در خانه می شوم. یک پلوچه پز دو کسه می خوریم، لیکن به هیچ کس لب نکشا. شوهرم حبس شده است هم نگوی. من رفته خبر گیرم فهمم کنی چی گپ. حاضر خاطر جمع به کارت مشغول شو، گویا که تو از چیزی خبر نداری. واقعا از کی باز میخواستم به تو یک حلقه غلطی پاچدار هدیه کنم، همیشه فراموش میکردم. استا مهرم تافت، همین را دهم. امروز بیگاه به گوشت کرده بیا، باید به تو خیلی زیبد. وی از کیسهش کلید را برآورده صندوقچه آهنین گلدار را که در طاق خانه با مروت گردان محکم کرده گذاشته شده بود گشاد و از آن یک جفت حلقه طلای مروارید کاری را برآورده به زنک داد. در عین حال به خیالش رسید که چی می شود اگر حاضر دارو گفته برای حلیمه زهر را به خود زهره دهد و پس او را به آدم کشی عیبدار کرده به حبس گیرد. لیکن تلفن زنگ زد و به یک قرار نآمده نزد تلفن رفت. در چکه کار می جوشید. عصا امشب حتی به خانه‌اش نرفته بود. هرچی قدر کوشید که بقا جان را به هوش آورده گپ پرسد نتوانست. از کسلخانه دکتر آورده جراحتی بقا جان را بنداند، لیکن درست به هوش آورده نتوانستند. در وقت افتادن سرش سخت به سنگ برخورده است. از اپتیک کاگان داروی نایاب آورده سوزن کنانید، لیکن بقا جان اندک به هوش آمد و مداری فکر کرده به سؤالها جواب دادن را نداشت. 2 بار به کسلخانه به نزد نسیم جان رفته خبر گرفت. وی به هوش آمده بود. بی‌طاقتی می کرد که او را جواب دهند، اما دکترها رخصت نمی دادند. به این کار عصا هم یاری داده نتوانست. دکترها از دل وی خوف داشتند. حتی به خودش گفتند که هیجان زیاد شود دل از کار می ماند و این دفعه او را نجات داده نمی توانند. عصا قریب سحر به خانه‌اش رفت و باز در ساعت 8 جیغ زده آوردند. او را برای آن جیغ زده آوردند که کسی به آب نوشیدنی بقا جان زهر ریخته داده است. خیریت که همه آب پیاله را ننوشیده است، گفته نوبتداری مسئول به وی رپورت داد. خوردگیش را هم قید کرده است.
و بالای همین دختور خبر گرفتنی آمده ماند. در آمده بینم که بندی شکمش را داشته پلواسه می کند. دختور پیش از همه پیاله آبی نیم کاله مانده او را گرفت و احتیاط کرد. بعد سوزن کرد و قریب 1 کوزه آبی ساده همراه کرده شده را زورن خوراند و شکمش را تازه کرد. انا بعد به فایتون سوار کرده با 2 نفر سلدت و دختور به کسلخانه شیخ جلال برده ماندیم. قراولها در همانجا. به تمام شهر نشان دادید که شما چیکار کرده ایستاده اید. با قهر گفت عصا. نه، گفت نوبتدار، احتیاط کردیم. بالای فایتون پوشیده بود. سر و روی بندی را هم پیچاندیم و به میان گرفته بردیم. هیچ کس ندیده است. در کسلخانه چخیل یک خودش در یک خانه می؟ ها، یک خودش در یک خانه. تریزه خانه پنجره آهنین دارد. پاسبان ها یک تیش در پیش بندی در خانه، یک تیش در تکی در. زهر داشتنی آب را از کجا دانستید؟ دکتر شبهه کرده بود. در دکترخانه امتحان کرده دیده تصدیق کردند. خوب، این کاری کی باشد؟ نمیدانم، گفت نوبتدار و خاموش ماند. عصا در غضب بود، برای آنکه در خودی چیکه هم دشمن بوده است. در خودی چیکه. وی تا به امروز در این باره فکری هم نمی کرد و به این تشکیلات پره باوری داشت. اما معلوم می شود که دشمن آدمی خودش را به همین جا هم در آورده توانسته است. عصا نغز می دانست که بقاجان باید سری کلابه را به دست آنها کشاده دهد. وی کی بودن و چکاره بودنی بقاجان را نغز می دانست و باوری داشت که او به دام دشمن افتاده است. در این کار اشتراکی وی فقط اجرای سپارش است. بنابراین امید کلان داشت که بقاجان هیچ نباشد نامی یکی از سپارش دهندگانش را می گوید و با همین وی می تواند بلانه حقیقی عکس الحرکت راه یابد. این را دشمن هم نغز می داند و بنابراین بقاجان را در حجره مخصوص مانده کوشش کرد که او را زودتر به حال آرد. بعد رفتن من به پیش بقاجان کی در آمد؟ پرسید از نوبتدار. به گمانم هیچ کس ندر آمده است، گفت سراسیمه شده نوبتدار. حجره قلف بود؟ قلف بود. کلید در شما بود؟ بلی. پس به پیاره بقاجان زهر را شما همراه کردید. رنگ از روی نوبتدار پرید. چه ها می گویید؟ رفیق مفتش، گفت وی. من نخواهد که من چیکیست آدمی چیکه شده ایستاده همین کار را کنم. برای چی؟ نمیدانم برای چی. این را شما باید به من گویید. من حیران و مستر شده گفت نوبتدار و عرق پیشانش را پاک کرد. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 11-ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.